رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جایزه‌داران 19مین بازی‌های آسیایی را به حضور پذیرفتند. رئیس شهر دوشنبه ورزشکاران را برای نایل گردیدن به مدال‌های طلا، نقره و برنجی در 19مین بازی‌های تابستانه آسیایی و بلند برداشتن پرچم تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. همچون نشان قدردانی رئیس شهر دوشنبه به سامان محمدبکов و دولت بالتاев کلیدهای خانه 3 حجره‌دار، به تیمور رحیمов کلید خانه 2 حجره‌دار و به بهروز خواجه‌زاده، خیراندیش مرادزاده، حقنظر نظرов و میجگان صمدova کلیدهای خانه‌های 1 حجره‌دار را تقدیم نمودند. محترم رستم امامعلی به ورزشکاران برای شرکت در مسابقه‌های آینده برای مظفریت تمنا نموده قید نمودند که جوانان باننگ و ناموس، معرفگر و نامبردار وطن خویش محسوب یافته همیشه زیر توجه و غمخوری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت قرار دارند. Я хочу поблагодарить от себя, от имени всех спортсменов за такую поддержку со стороны государства, уважаемого президента Эмомали Рахмонова и мэра города, уважаемого Рустама Эмомали, за такое поощрение, то, что это нам дает еще больше мотивации, чтобы мы доказывали и показывали результат в дальнейших своих стартах. اولا مینداری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، بعدم به رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی میرسانم که چنین ما ورزشکاران را چنین شرایط خوب مهیا کرده است که ما میتوانیم در تالار ورزشی مشق تمرین هایم را کنیم و بعدم به مسابقه رفته نتیجه خوب را نشان دهیم و ما ورزشکاران را با این دستگیریشان ما وعده میتیم که از پیش مسابقه های پیش بوده تمرین هایمون را زیاد کرده و در بازی المپی نتیجه خوب را نشان دهیم.